سلام دوستان، وقت شما بخیر. امیدوارم که احوالاتتون خوب باشه. خیلی خوشحالیم که بیننده برنامه لاین بازی هستید. برنامه لاین بازی اینطوریه که ما 4 تا کمدین باحال و بانمک رو میاریم، توی موقعیت‌های مختلف قرارشون میدیم و اونجاست که منتظر میشینیم تا ببینیم که قراره چه حرف‌ها و شوخی‌های جالبی رو بگن و بزنن. در ادامه براتون توضیح میدم که برنامه لاین بازی شامل چه بخشایی میشه. سلام، به لاین بازی خوش اومدین. بریم با کمدینامون آشنا بشیم. مجتبی برومندیان. درود بر شما. فاطیما من خیلی خوشحالم، واقعا فکر نمی‌کردم موضوع فاطیما باشه. به خدا من آخری رونمایی که دیدم نیسان دیزل بود، اینجوری چادر رو روش کشیدن و تو خوبی. بفهمید ببخشید. حمید بیگی. خیلی خوشوقتم در خدمتتونم. خانم پولوسین خودتون هستین دیگه؟ بله. قبل برنامه یکی دیگه بود، خیلی خوشوقتم ازش شنیدیم. من دست دادم خودش. به افتخار خودت. ولی تو هنوز یه قزوینی. سپهر حسینی. مخلصم. خیلی خوشحالم که در خدمتتونم. همین رو میتونم بگم فقط. دستت در رضا چیوا. خوب شد پرتقال پوست نمی‌کندی. وگرنه با چاقو ورد می‌کردم سمتت. بریم بخش اول برنامه مکس استوری. مکس استوری. داستان این بخش به این صورته که ما کمدینامون رو توی یک موقعیت تعریف شده قرار میدیم و اونها شروع میکنن به دیالوگ گفتن. همین که یه ذره گرم شدن و کمدیاشون داشت جون میگرفت میگیم استوب. آره. و حالا یک موقعیت جدید رو و البته با حفظ موقعیت قبلی براشون تعریف میکنیم و اونا دوباره باید ادامه بدن. همین که یه ذره رفتن جلوتر دوباره استوب. و در نهایت یک کمدی عالی اتفاق بیفته. بریم با هم دیگه مکس استوری رو ببینیم. شما 4 نفر برادرین و تو مراسم خاکسپاری پدرتون هستین. سر ارث دعواتون شده. اونجاست خاکسپاری بریم. آقا خدا رو شکر به سلامتی خاکش کردیم دیگه، بریم سر اصل مطلب. آره بریم.